بچه اومدیم برای این ویدیو پارت اول ماینکرافت، ولی این سری یه مهمون داریم که اسمش آریاست. سلام کن. سلام بچه ها، من آریا هستم. امیدوارم از سری سروایولایی که ما میذاریم خوشتون بیاد. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. زنگوله کوچولو رو هم بزنید. خب بریم سراغ ویدیو. بچه اول باید چوب بکنیم تا شب که میشه خونه بتونیم بسازیم و کریپر رو ما حمله نکنن. آریا برام تبر بساز. باشه این درخت بکن. پارسا بیا دنبال من. تو این چوبا نکن. برای چیه؟ تو بیا اینجا از اون چوبا بکن. اومدم. داشتم میفتادم تو کار. خب نکن. اون چوبا رو میبینی؟ کدوم؟ چوب سبزا. چوب سبزا؟ میگم چوب سبزا، همون برگایی که سبزه. خب سبز کمرنگ، یعنی کمرنگ، اونا پر رنگه. از اونا بکن. بیا دنبال من. اینو دارم میگم. فهمیدم. باشه اوکی. همینجا باش. منم دارم کنارتم این چوب میکنم. اومدم. آریا تبر درست کن. بسا چوب بکنم. بچه سریعتر باید درست کنیم تو خونه رو بسازیم. درخت بزرگیه. خب سریع آریا چوب بکنیم. به من یه دون کرافتینگ تیبل درست کردم. یه دونه واسه تبر درست میکنم. تو چوب بکن. منم یه جایی رو صاف میکنم. بیا کجایی؟ من دارم چوب میکنم. بیا به یه دونه تبر بدم. یه قواشتا من برم جایی رو صاف کنم. بده. بخاطر اینکه خونه درست کنیم. برو صاف کن تو. من میکنم. اینجا خوب. اینجا خوب پیدا کنم. بچه چوب بکنیم. لطفا ما رو حمایت کنه. گوسفند. پارسا هر موقع گوسفند پیدا کردی بکن. همین الان پیدا کردم. و استخون پیدا کنیم. زیرش یه چوب دیگه یا کجایی؟ نکن از این چوب هست. نکن. تبرتو بزن. کندم گرفتم. تبرتو بزن به این چوبه. کدوم چوبه؟ به این بالا سرت. خب زدم. دیدی؟ آره. چوبش فرق میکنه. پوست چوبه کم نمیشه. اوه. خب من اینجا خونه رو اینجا رو صاف میکنم. اینجا خوبیه؟ خوبه. آره خوبه. واسه بیا چوبای دور و بر خونه رو بکن، بخاطر اینکه خونه باز باشه، زیاد درخت نداشته باشه. چوب بکنیم. وای دور شب میشه. یکم مونده تا شبه. وای بچه راست میگه داره شب میشه. آریا کجایی؟ من اینجا کنارتم. دارم میکنم. من برم این چوب رو درست کنم.
یعنی اینا اینجایی که من دور و برش کردم سری چوب بچین. اوکی الان چو بریم چوبا رو بذاریم. تو خودت گذاشتی؟ آره سری باش. باشه 2 مدل چوب بعد بزن. آریا دارم میام سری. وای زامبی وای باز نه. نمیری یا اینجا یه تونل برای خودم درست کردم. من میزنمش. تو بزنش. بچه اینجور تاریک کردم. بچه من میرم تورش درست کنم الان میام. خب بچه ها تورش رو گرفتم. بریم تورش رو بزنیم. چوب زیاد داشتم تورش رو گرفتم. ها اینجا آریا. آریا اینجایی تو. آریا بچه آریا ادامه خونه رو درست کرد. زامبی رو در گذاشتم میادی. زامبی رو کشت. منم تورچا رو بذارم اینجا. خونه ما 2 طبقه زمین 2 اتاقه است. 2 اتاقه. تورچا رو بذاریم. خب فرصت زیر تو بکن. چوب بزنیم زیرمون. اوکی. بچه بیرون زامبیه. صداش داره میاد. بچه من تو اتاق درست کنم. تو اتاق تو درست کن من بیرون درست میکنم. بیرون زامبی آریا. یعنی بذارم اینجا. ها. سنگ کم سخته. بذاریم. دیوارها رو چیکار کنیم حالا؟ دیوارها رو چوب بزن. با بازم بکنیم. آره دیوارها رو چوب بزن. بیرون دیده میشه. سری میذارم. آره بیرون فکر کنم صبح شده. آره ما تا نخوابیم زود صبح نمیشه. صبح شده بیرون. من دارم میبینم. صدا چیزا میاد ولی. آره بیرون صبح شده. سری خونه رو درست کنیم. خب تا تورچ بذارم. ای ورزه اسکلتون. چه به موقع در رو بستم. خب بشو چرا درست خیلی سخت بود. خب بچه این بود از پارت اول ماینکرافت با پارسا و آریا. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لطفا لایک و سابسکرایب کنید. واقعا بهشون نیاز داریم. تا یه ویدیو دیگه. خدا نگهدار.